توی این ویدیو میخوایم بهتون بگیم که چجوری معاملات رو وارد بشید. خب معاملات و سیگنال ها رو توی کانال دیسکورد میتونید روزانه ببینید. ما آنالیز مارکت رو براتون انجام میدیم. این مربوط به همین معامله است که الان میخوایم واردش بشیم. خب همینجور که میدونید ما دو پوزیشن داریم برای هر موقعیت معاملاتی روی هر نماد. یه پوزیشن روی اوردر بلاک انجام میشه. یک معامله روی اوردر بلاک داریم که یک معامله 1 به 2 هست، 2% رشد حساب. یک معامله روی سطح فیبوناچی هست، 1 به 2.45% رشد حساب که اگه 1% وارد بشیم تقریبا 4.45% روی همین نماد میتونیم رشد حساب رو داشته باشیم. خب برای اینکه معاملاتمون رو ثبت کنیم، خب ما لیمیت ثبت میکنیم توی متا تریدر. این محیط متا تریدر هست که ما لیمیت رو ست میکنیم و معاملات مارکت بعد از رسیدن به نقطه ورود ما فعال میشه و تی پی و یا اس ال. خب چجوری ما لاتیج ورود به معاملات رو به دست بیاریم؟ خب قبل از اینکه بریم سراغ محاسبه نحوه لات سایزی که وارد ما هر پوزیشن میشیم، ما دو معاملمون از نوع سل هست دیگه، رو به پایین میخوایم بگیریم سل هست و چون لیمیت میخوایم بکاریم میشه سل لیمیت. خب نمادمون یورو ایودی تایم 4 ساعته. میاریم یورو ایودی رو، میتونید سرچ کنید اینجا. خب ما قبلا توی واچ لیستمون هست یورو ایودی. از این سربرگ نیو اوردر رو میزنیم روی پندینگ اوردر، چون لیمیت ها از نوع پندینگ اوردر هستن و ما تقریبا همیشه از نوع پندینگ اوردر ها وارد معامله میشیم، اگر اینکه حالا مارکت نزدیک به نقطه ورودمون باشه و اونجا ورودی رو انجام نداده باشه و بخوایم خیلی سریع وارد بشیم که از نوع ورود مستقیم خواهد بود. پندینگ اوردر سل لیمیت، چون از نوع سل میخوایم بگیریم و لیمیت میخوایم بکاریم. اینجا باید لات سایزی که میخوایم وارد معامله بشیم رو وارد بکنیم. خب چجوری این رو محاسبه بکنیم؟ پوزیشن اول، خب ما از سایت مای افیکس بوک استفاده میکنیم، قسمت کلکولیترش که یک ماشین حساب خیلی خوب هست و میتونیم لات هامون رو، لات سایز هامون رو از این قسمت مشخص بکنیم. نماد رو میذاریم روی یورو ایوتی، تایپ میکنیم، ببخشید. خب این یورو ایودی کارنسی هم یو اس دی میذاریم چون معاملاتمون بر حسب یو اس دی است. اکانت سایز، بالانس حسابی که دارید رو مثلا میذاریم 50,000 بر حسب دلار. ریسک ریشو، خب ما توی هر پوزیشن اگه حساب شخصی باشه میتونید 1% روی فیبوناچی، 1% روی اوردر بلاک، 1% حسابتون رو ریسک کنید. خب اگه حساب پراپ دارید پیشنهاد میشه که 0.5% روی هر پوزیشن شما ریسک بکنید که مطمئن تر خواهد بود. ولی خب حساب شخصیتون هست، میتونید 1% فیبوناچی، 1% اوردر بلاک. خب ما اینجا 0.5% وارد میشیم. این رو چون بر حسب درصد هست عدد نیم رو وارد میکنیم. استاپ لاس پیپ، اون پیپ که استاپ لاس رو تشکیل میده بر حسب پیپ باید اینجا وارد بکنید. خب این معامله، این پوزیشن 56 و 1/10 پیپ استاپ لاس داره که میذاریم 56 و 1/10. ترید سایز هم روی 1 میذاریم. کلکولیت رو که بزنیم $250 حد ضررمون هست که 0.5% همین $50,000 بالانسمون هست. یعنی ما اگه اون پوزیشن رو ضرر بکنیم 0.5% حسابمون رو ضرر کردیم. لات سایز رو از اینجا میتونید مشاهده بکنید. پس 67 صدم لات ما روی اون پوزیشن میتونیم وارد معامله بشیم. خب اینجا این رو روی 67 صدم قرار میدیم. نقطه ورود، استاپ لاس و تیک پروفیت رو اعدادشو باید وارد بکنیم. خب میایم با دوبار کلیک کردن روی این مقادیر میتونیم اینا رو کپی بکنیم. نقطه ورودمون کنترل سی کپی میکنیم، توی قسمت پرایس کنترل وی پیستش میکنیم. خب
پرایس، این تو قسمت پروفیت لول هستیم. این قیمت کپی میکنیم، پروفیتمون رو تشکیل میده. تو قسمت پروفیت حواستون باشه پیستش بکنید، کنترل وی. و تو قسمت استاپ لول این عدد کپی میکنیم که حد ضررمون هست. تو قسمت استاپ لاس اینجا وارد میکنیم. پلیس رو که بذاریم لیمیت ما ست میشه، لیمیت ما توی مارکت وارد میشه و اگه مارکت بیاد به این نقطه ورود ما برسه، این معامله ما فعال میشه، بیاد اینجا تی پی مون خورده میشه که تی پی 614 دلاری هست. اس ال مون هم منفی 251، تقریبا 250 میشه، نیم درصد کل حسابمون که 50000 دلار باشه مثلا. لیمیت دوم یک معامله 1 به 2 هست، اطلاعاتش رو اینجا میتونیم ببینیم که 41.4 پیپ حد ضررش هست. خب بخوایم لاتش رو به دست بیاریم، 41.4 باز همون نیم درصد روی هر پوزیشن. کلکولیت رو میزنیم، این بار لات سایز ما 9 میشه. خب میایم نیو اوردر، پندینگ اوردر، سل لیمیت، اعداد رو باید وارد بکنیم. خب لاتیج ما شد 9، این رو روی 9 قرار میدیم، اعداد رو کپی میکنیم توی قسمت پرایس، پیستش میکنیم تو قسمت پروفیت لول، کپی میکنیم. مواظب باشید اینجا وارد نکنید، تو قسمت پروفیت وارد کنید، کنترل وی. هرچند این پلیس بعد خاموش خواهد شد اگه جابجا وارد بکنید، چون با سل لیمیتتون نمیخونه، باید با لیمیت باشه که اگه اینا رو جابجا بکنید. کپی میکنیم، پیست میکنیم، پیست رو میزنیم. این شد دومین معامله ما. 2 معامله روی 1 پوزیشن. پس این شد نحوه ست کردن لیمیت هایی که براتون به اشتراک میذاریم. میتونید توی متا تریدر اون معاملات رو ست بکنید.